سلام، خوش اومدین به این ویدیو. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتونم و قرار درباره 7 مهارت فوق‌العاده پولساز صحبت کنم که همه میتونن یادشون بگیرن و بذارید خیالتون راحت کنم. من نرفتم اینا رو از توی هوش مصنوعی گوگل پیدا کنم. واقعا تجربهشون رو دارم و میدونم که چقدر بازارشون عالیه. و قرار نیست درباره یه سری مهارت‌ها صحبت کنیم که اونقدر سخت و پیچیده‌ان که اصلا معلوم نیست چی ان یا توی ایران اصلا قابلیت انجام ندارن. نه، من خودم گذاشتم جای شما و فرض کردم که الان یه بچه 13-14 ساله پشت این ویدیو شاید نشسته باشه، یا یه فردی که مهارت خاصی تا حالا به دست نیاورده و الان دنبال یه مهارت خیلی خوبه که بتونه پول بسازه باهاش. و اگه من بیام درباره مهارت‌های خیلی سخت و پیچیده مثل بلاکچین و مهندسی هوش مصنوعی صحبت کنم، خب طرف میگه من نمیتونم این کارا رو انجام بدم، خیلی سخته. قراره توی این ویدیو درباره یه سری مهارت صحبت کنیم که همه میتونن یاد بگیرن و بعد از یه مدت خیلی کوتاه میتونی بری سراغ درآمدزایی کردن ازش. فقط کافیه بری بعد از گفتن تیتر هر کدوم از این مهارت‌ها توی گوگل سرچ کنی و ببینی که چقدر بازار کار عالی دارن. بریم سراغ مهارت اول بدون وقفه، خیلی دیره. مهارت اول، کپی رایتینگ. کپی رایتینگ چی هستن؟ شاید الان خیلیاتون با خودتون فکر کنید که کپی رایتینگ همون کپی رایت یوتیوب و اینستاگرامه. آره دیگه، همونه دیگه، اون که نمیذاره ما از موزیکای بقیه استفاده کنیم. بذارید بهتون بگم این اصلا ربطی به این داستان نداره. کپی رایتینگ یعنی نوشتن متن تبلیغات. هدفش بالا بردن فروش هست، هدفش بذار بعد در مورد هدفش صحبت کنم. ببینید، کپی رایتینگ یعنی نوشتن متن تبلیغات. شما میایید با استفاده از قدرت نویسندگیتون، با استفاده از هنرتون و با استفاده از مقدار روانشناسی مخاطبتون رو شناسایی میکنید و به یک کال تو اکشن ترغیبش میکنید. یعنی ترغیبش میکنید که یه فعالیتی که شما میخواید رو انجام بده. ممکنه اون فعالیت کلیک کردن روی عکس باشه، ممکنه خرید کردن باشه، ممکنه ثبت نام کردن باشه، ممکنه زدن روی لینکی باشه. شما ترغیب میکنید که یه کاری که شما میخواید رو انجام بده. به این میشه کپی رایتینگ. حالا کجا این استفاده میشه؟ ببینید، توی بنرهای تبلیغاتی، روی محصولات، مثلا روی چیپس دیدی یه سری نوشته داره که شما جذبش میشی میخری، اونا رو کپی رایتر مینویسه. آقا توی دیسکریپشن، توی توضیحات، توی ایمیل ها، توی سایت ها، همه جا، هر جایی که یه جوری میخواد تبلیغات انجام بشه با استفاده از نوشتن، کپی رایتر رو مینویسه. توی پیامک‌های تبلیغاتی هم این هست. پس این میشه مدل کاریش و مکان‌هایی که استفاده میشه. بریم مثال دیجیکالا رو ببینید وقتی شما وارد دیجیکالا میشید، اون بالای صفحه یه سری تصویرها رد میشه. خب اگه تو اون تصویرها نگاه کنید، 2-3 کلمه نوشته. اون کلمه ها رو کپی رایتر مینویسه. حالا اگه ادیتور بتونه برام بندازه اینجا، ممنونش میشم. بریم در مورد 2 موضوع هم در مورد کپی رایتینگ صحبت کنم. یک، هوش مصنوعی و 2، مهمترین مسئولیت شما. در مورد هوش مصنوعی شاید خیلی بگن خب هوش مصنوعی میتونه این متن‌ها رو برای ما بنویسه. ببینید، هوش مصنوعی میتونه کمکتون کنه اون متن‌ها رو بنویسید، ولی هوش مصنوعی نمیتونه بره اون مخاطب شما رو پیدا کنه و درک کنه که نیازاش چی ان، بعد بشناستشون، بعد بیاد براتون بنویسه. به شما هم نیاز داره. و اون موضوع دومی هم که گفتم، مهمترین مسئله‌ای که شما باید توی کپی رایتینگ رعایت کنید، درک کردن مخاطبه. بعد دقیقاً بفهمید مخاطب شما چه نیازی داره. بریم سراغ مهارت دوم، تولید محتوا. ببین، تقریباً من با هر آدم موفقی که صحبت کردم و پای حرفاش نشستم، گفت که تولید محتوا یکی از بهترین فعالیتایی که هر کسی در حال حاضر و توی این عصر میتونه انجام بده. شما باورتون نمیشه وقتی که شما وارد حوزه تولید محتوا میشید، باورتون نمیشه که چقدر فرصت‌های کاری و فرصت‌های دیگه در اختیارتون قرار میگیره. باورتون نمیشه که چه تریبون فوق‌العاده‌ای به دست میارید. صداتون رو میتونید همه جا پخش کنید و این فوق‌العاده است. از اینا بگذریم. تولید محتوا یه مزیت دیگه‌ای که داره اینه که برای ما پرسونال برند درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه برند شخصی و این برند شخصی فوق‌العاده به کارتون میاد.
واقعا فرصت‌های کاری که افراد بعد از ساختن یک پرسونال برند به دست میارن بی‌نظیره. برید برنامه‌ریزی کنید، توی پلتفرم‌های مختلفی میتونید فعالیت کنید. اینستاگرام، یوتیوب عالی‌ان، فرصت‌های خیلی زیادی در اختیارتونه و حواستون به این موضوع باشه. شما باید اول بیاید یه نیازی از مخاطب رو شناسایی کنید. ببینید آقا اون محتوایی که میخواید بسازید چه نیازی رو داره برطرف کنه. بعدش بیاید سراغ خلق ارزش. ارزش یعنی ساخت یه محتوای عالی برای این نیاز. بعدش با ترکیب اینا شما میرسید به اون ثروتی که میخواید و اون تریبونی که در اختیارتون قرار میده. مهارت سوم، دیجیتال مارکتینگ. خب خیلیاتون احتمالاً اسم دیجیتال مارکتینگ رو شنیدید و براتون سوال شده که این دیجیتال مارکتینگ واقعا چیه؟ فقط کافیه همین الان برید توی سایت‌های کاریابی و سرچ کنید کارشناس تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ. فوق‌العاده است این بازار، یعنی درآمدهایی که میتونید اینجا کسب کنید عالیه، ولی یه مقداری سخت‌تر از مهارت‌های قبلیه. چرا؟ چون شما به عنوان یک کارشناس دیجیتال مارکتینگ وظیفتون اینه که با استفاده از اینترنت و ابزارهای آنلاین مثل سایت ها، مثل شبکه‌های اجتماعی بیاید تبلیغات و بازاریابی انجام بدید. بعد فروش رو بالا ببرید، بعد اون برند رو رشد بدید و اینها نیاز داره به یه سری مهارت‌های جانبی. شما باید سئو بلد باشی، باید بازاریابی بلد باشی، باید تولید محتوا رو دقیقاً بلد باشی، باید بتونی آنالیز کنی، باید بتونی استراتژی محتوا بچینی و یه سری مهارت‌های دیگه که مثلا من با هر شرکتی که کار کردم این نیازهاشون فرق داشته. با توجه به اون شرکتی که میخواید کار کنید یا اون کارفرمای شما نیازها فرق داره، ولی به طور کلی شما باید اینا رو بلد باشید. یعنی اینکه باید بتونید توی حوزه سوشال مدیا، توی حوزه اینترنت، هر چیزی که مربوط میشه به بهتر کردن اون شرکت بتونید مدیریتش کنید. این میشه کل حوزه دیجیتال مارکتینگ. البته نگران نباشید تا این چیزایی که گفتم و با گذراندن 2-3 تا دوره خیلی راحت میتونید یاد بگیرید و برید وارد بازار کار بشید. این شد دیجیتال مارکتینگ. گفتم در مورد چیه. بریم سراغ مهارت بعدی. مهارت چهارم، انجام فعالیت‌های نرم افزاری برای شرکت‌ها. خب ببینید شاید الان یکم گیج بشید، یعنی چی انجام فعالیت‌های نرم افزاری برای شرکت‌ها؟ صاحبای شرکت‌ها معمولاً افرادی هستن که سال‌های خیلی پیش اومدن یه سری فعالیت‌ها انجام دادن و یه سری بیزنس رو ساختن. حالا این افراد نیاز دارن در حال حاضر عصر دیجیتال و عصر مدرن بیان اطلاعات و کارهاشون رو روی یه سری نرم افزارهای جدید بیان ثبت کنن و روشون کار کنن. حالا به نظرتون این افراد میان مثلا با 50 سال سن میشینه پشت کامپیوتر تا مثلا اکسل یاد بگیره با این همه مشغله‌ای که داره؟ غالبا نه. پس نیاز داره به یه سری افرادی که بتونن این کارا رو براشون انجام بدن. خب ما اینجاییم دیگه، ما بچه‌های فناوری، ما از بچگی با این فناوری‌ها بزرگ شدیم، پس خیلی راحته که بیایم از این فناوری‌ها استفاده کنیم، یاد بگیریم و بریم کار کنیم باهاشون. شرکت‌ها واقعا نیاز دارن به این همچین افرادی. الان همه چی باید توی نرم افزارها ثبت بشه، از حسابداری گرفته که من خودم توش دارم فعالیت میکنم که باید برید تو نرم افزارهای هلو و سپیدار تا بقیه چیزها. ببینید همه باید بیاد تو نرم افزارها و شما وقتی این نرم افزارها رو پیدا کنید و یاد بگیرید، بازار کارش حرف نداره. نرم افزارهای دیگه هم هست مثل نوشن و آفیس و این چیزا خیلی هست، خیلی زیاده. برید یادشون بگیرید و میتونید اینطوری یه درآمد عالی برای خودتون بسازید. مهارت پنجم، دیزاینر و طراح گرافیک. ساخت طرح‌های بصری با استفاده از هنر و فناوری. این میشه دیزاین و طراحی گرافیک. ببینید بذارید سادهش کنم. شما توی سوشال مدیا جذب چه محتوایی میشید؟ غالبا محتوایی که یه تامنیل خوب و یه عکس خوب دارن که شما جذبش بشی و باعث بشه شما برید کلیک کنید. خب ساخت همچین چیزایی باعث میشه که مخاطب ها بیشتر بشه. ساخت یه سری تصاویر باعث میشه مخاطب های شما افزایش پیدا کنه و هرچی شما بهترین تصاویر رو بسازید غالبا مخاطب های بیشتری جذب کنید. پس نیاز به یه سری افراد متخصص که بتونن تصاویر عالی بسازن برای
تامنیل یوتیوب، میشه برای بنر، میشه طراحی لوگو، میشه و کلی کار هست که افرادی که دیزاینرن و طراحی گرافیک بلدن میتونن توش کار کنن. درباره هوش مصنوعی من یکم تحقیق کردم، از خود هوش مصنوعی هم پرسیدم، گفت ببین هوش مصنوعی نمیتونه جای این دیزاینر و طراحی گرافیک رو بگیره. چرا؟ چون غالبا هوش مصنوعی نمیتونه اون شناخت رو از مخاطب پیدا کنه که بعد بیاد یه سری تصاویر بسازه که اون مخاطب درکش کنه. در حال حاضر زیاد خطری برای این شغل نیست و این مهارت‌ها فرصت عالی دارن، پس ما میتونیم با یادگیریشون به درآمدهای عالی برسیم. غالبا نرم افزارهایی هم که ازشون استفاده میکنن فتوشاپ و ایلستریتور اگه اشتباه نکنم، چون من با این دومی کار نکردم. اگه تلفظش اشتباهه بهم بگید. مهارت ششم، فروش. خب هممون میدونیم که فروش چقدر عالیه، ولی یه مقدار اشتباه جا افتاده فروش. ما فکر میکنیم فروش یعنی که بریم یه چیزی پیدا کنیم بریم بفروشیم. این غالبا معنی فروش رو نداره. فروش یعنی این که چطور بری مخاطبت رو پیدا کنی، مخاطبت رو نیازهاش رو تشخیص بدی، بفهمی چی میخواد، درکش کنی و روان شناسیش کنی. حالا بیا یه سری محصول پیدا کنی که اون نیازهای مخاطبت رو ارضا کنه و بتونه جواب بده. و در مرحله سوم باید بیای قرارداد ببندی، باید بتونی طرف بیاری پای مذاکره، باید بتونی اون معامله رو نهایی کنی. این یکی از مهارت‌های فوق‌العاده است که اگه بتونی یاد بگیری از همه مهارت‌های دیگه بهتره. فروش. و به طور کلی توی ذهنتون اینو داشته باشید، شما یه نیازی رو تشخیص میدید، بعدش یه محصولی رو براش پیدا میکنید و در مرحله سوم باید طرف رو راضی کنی که این محصول نیاز تو رو برطرف میکنه. این 3 تا مرحله فروشه که واقعا باید توشون مهارت کسب کنی تا بتونی انجامشون بدی. مهارت هفتم و مهارت آخر، ادمین اینستاگرام. الان تقریبا همه کسب و کارها توی اینستاگرام یه پیج دارن و این افراد معمولا سرشون خیلی شلوغه و نمیتونن بیان هشتگ گذاری کنن، بیان کامنت بنویسن، دیسکریپشن بنویسن، استوری بذارن، پست بذارن، نمیدونم آنالیز کنن، استوری های داستاندار درست کنن و اینا وقت این کارا رو ندارن. نیازن به یه سری افراد که این کارا رو انجام بدن و پول خوبی هم میدن انصافا و بازار کارش فوق العاده است. میتونید همین الان برید توی سایت های مثل جاب ویژن و بزنید استخدام ادمین، ببینید که چقدر تقاضا هست برای این کار. و یکی از بهترین جاهایی که میتونید کار کنید پیش پزشکا اصلا وقت ندارن و شما وقتی ادمینشون بشید هم پول خوبی در میارید هم یه فرصت کاری عالیه. اینو از من داشته باشید به عنوان خب تموم شدن مهارت‌ها. شاید الان درباره یه سری مهارت‌ها صحبت نکرده باشیم که خیلی بازار کار عالی دارن و با خودتون بگید خب چرا صحبت نکردید؟ ببینید مهارت‌هایی مثل کد نویسی، برنامه نویسی و طراحی سایت، اینا فوق‌العاده درآمدهای عالی دارن، ولی راستیتش نمیدونم هوش مصنوعی اینا رو میگیره یا نه. یه کمی تردید داشتم، برای همین دربارشون صحبت نکردم. خودم هم توشون تجربه‌ای ندارم، یعنی من تا حالا کد نویسی یا طراحی سایت انجام ندادم، پس خوب ندیدم که بیام دربارش صحبت کنم. خب پس شما اگه اطلاعات بیشتری دارید خیلی خوشحال میشم بهم بگین و اینکه اگرم دارین تو این حوزه کار میکنید خب فضای کاریتون عالیه. امیدوارم که این ویدیو کمک کرده باشه بتونید یه سری مهارت‌ها رو پیدا کنید که بتونید یاد بگیرید که درآمدهای عالی ایجاد کنید که زندگی خوب داشته باشید. در انتهای ویدیو همین جمله بگم: اگه برای بارون دعا میکنی باید با گلی شدنم کنار بیای.